یکی از فتنه هایی که متاسفانه خواستن مسلمان هایی که در اروپا در آمریکا زندگی میکنن این است که بعضی از علما، بعضی از دعوتگران آمدن گفتن که حالا چون اینجا ضرورت هست اشکال نداره که شما مثلا ماشین یا خانه رو به سود بگیرید. بعضی هم جلوتر رفتن گفتن که نه، اصلا در بلاد کفار، در دارالکفر سود نیست، اونجا غنیمت است، یعنی شما هر چی که بگیرید و بدید این غنیمت است. خب اینا فتواهای باطل است، برداشت‌های غلط است. ما عالمای زیادی داریم، عالمایی داریم که امروز حتی از صهیونیست‌ها دفاع میکنن بر علیه فلسطینیا. این حرف یک عالم و یک دعوتگری که این حرف رو بزنه دلالت بر این نیست که والله امروز صهیونیست‌ها، اسرائیلی‌ها بر حق هستن و فلسطینی‌ها بر باطل هستن. در هر دور و زمان ما بلعم باورا داریم. بلعم باورا یکی از علمای بنی اسرائیل بود در دربار فرعون که هر کاری که فرعون میکرد توجیه میکرد. و یکی از صفات علمای یهود این است که یشترون آیات الله بثمن قلیل، یعنی آیات الله سبحانه و تعالی رو به بهای اندک اینا چیکار میکردن؟ میفروختن. طرف میومد مثلا بهشون پول میداد، آیه برای خودشون میساختن. چرا امروز میگیم تورات و انجیل تحریف شده؟ علما تعریف کردن این رو. و ما داریم از این علما زیاد داریم، از این دعوتگران زیاد داریم که اعمال منکر و حرام رو بنابر فهم ناقصشون میان یا بر فهم نادرستشون از قرآن و سنت حلال میکنن برای مردم. این یک جانب قضیه. جانب دیگر این است که فکر میکنن که ربا هم مثل بقیه گناه هاست. حالا غیبت کرده، دروغ گفته، کارهای زشتی کرده، ربا هم یکی مثل این هاست. ربا تنها گناهی است که وقتی که انسانی انجام میده الله به جنگ با او بلند میشه، یعنی این وارد جنگ با الله سبحانه و تعالی میشه. به شکل دقیق تر اگر بگم، آیا یک بنده‌ای ضعیف ناقصه که هیچ حول و قوه‌ای نداره میتوانه که با الله سبحانه و تعالی بجنگه؟ هرگز. الله متعال در قرآن کریم برای ما این رو بیان میکنه، میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که مؤمن هستید تقوا پیشه کنید. تقوا چی است؟ تقوا این است که انسان از منکرات دوری بکند، از حرام دوری بکند، عبادت الله سبحانه و تعالی را انجام بدهد، به خاطر الله سبحانه و تعالی از شهوات و از گناه و معصیت دوری بکند. به این میگن تقوا. میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، تقوا پیشه کنید. تقوا سبب رسیدن الله انسان به چی است؟ به بهشت است. بعد چی میگن؟ والله ما اگر که با سود خونه نگیریم نمیتونیم کرایه خونه بدیم، اگر با سود ماشین نگیریم زندگیمون نمیگذره. در حالی که الله سبحانه و تعالی در اینجا چی میگه؟ اتقوا الله. و در جای دیگه میگه که و من یتق الله یجعل له مخرجا، کسی که تقوا پیشه کرد الله سبحانه و تعالی راه رو براش باز میکنه. و یرزقه من حیث لا یحتسب، و از جایی به او روزی میده که اصلا تصورش رو هم نکرده. و من یتوکل علی الله فهو حسب، کسی که توکل به الله بکنه، توکل به الله داشته باشه، الله برای او کافی است. میگه تو تقوا پیشه کن، من همه زندگی تو رو روبرا میکنم. و ذروا ما بقی من الربا، بگذارید، ترک بکنید آنچه که از ربا. این آیه وقتی نازل شد که مردم سود میخوردن، ربا میخوردن. این آیه که نازل شد گفت بگذارید، تا این لحظه انجام دادید، از این به بعد بگذارید، ترکش بکنید. این کنتم مؤمنین، اگر واقعا مؤمن هستید. فإن لم تفعلوا، اگر انجام نمیدید، اگر انجام ندادید، اگر ربا رو ترک نکردید، فأذنوا بحرب من الله و رسوله، پس جنگ الله و رسول با شما آغاز میشه. کسی که سود میخوره، کسی که ربا میخوره، الله و رسول با او داره میجنگه و او داره در رو بروی خودش باز میکنه. در چی؟ جنگ با الله و رسول رو.
در مورد هیچ گناهی به این شدت در قرآن کریم و در سنت ما نداریم. حتی در مورد کشتن انسان، در مورد زنا، در مورد شراب، در مورد هیچ گناهی به این اندازه شدید الله سبحانه و تعالی نگفته. چرا؟ چون سود، ربا جامعه رو تباه میکنه، اقتصاد رو تباه میکنه. امروز شما تصور بکنید در همین آمریکایی که برادرمون از اونجا زنگ زدن، میلیون ها نفر آمریکایی در خیابان ها زندگی میکنه. ترامپ اومد، شاید دیده باشید، به سرچ بکنید، کسانی که در اطراف کاخ سفید، در واشنگتن، در نیویورک، در شهرهای بزرگ، در کالیفرنیا، لس آنجلس، در شهرهای بزرگ در خیابان‌ها زندگی می‌کردن رو جمع کردن، به یک مکان دیگری منتقل دادن. ترامپ خب این مظاهر براش خیلی مهم است، یعنی نمی‌خواست اینا رو ببینه در کوچه و خیابان. سبب این چی است؟ سبب وجود این همه انسان‌های بی خانمان در یک جامعه‌ای که اقتصاد اول جهان رو میزنه، دم از قدرت اول جهان میزنه، سود. طرف به سود خونه گرفته، نتونسته بده، اومدن خونش رو ضبط کردن، در خیابان زندگی میکنه. در اونجا یک بار اگر شما در بلک لیست رفتی، یک سود بانک رو نتونستی بدی، تموم شد، شما رو میندازن در لیست سیاه. بعد از اون نه کسی بهت کار میده، نه کسی بهت قرض میده، مجبوری بری در کوچه زندگی بکنی. رسول الله صلی الله علیه و سلم 7 گناه بزرگ، 7 گناه کشنده که به 7 موبقات معروف است، در حدیث صحیح برای ما بیان میکنن. اولش چی است؟ الشرک بالله، شریک آوردن به الله سبحانه و تعالی. دوم سحر، جادوگری. سوم کشتن یک انسان. چهارم ربا یا سود. پنجم خوردن مال یتیم. ششم فرار کردن در جنگ از مقابل دشمن. هفتم تهمت زدن به زنان پاکدامن. 7 گناه کشنده، 7 گناهی که اینها از جمله بزرگترین گناهان است. و یکی از اینها چی است؟ ربا. میایم در آیه دیگر، در سوره بقره آیه 276. الله متعال میفرماد که یمحق الله الربا. الله سبحانه و تعالی، مترجمین اومدن گفتن که نابود میکند. نابود کردن، این کلمه محق که در اینجا ذکر شده، یمحق الله الربا، تنها معنی نابود کردن نیست. اگر بخوایم این کلمه رو دقیق به فارسی ترجمه بکنیم، از بین میبرد، نابود میکند، خرد میکند، میشکند، له میکند، چنان از بین میبرد که اثری از اون نمیماند در زندگی یک انسان. من کلیپ رو دیدم از یک پیرمردی، خبرنگار، اصلا در یک بادی دیگری بود، داشت از مردم میپرسید که چه کاری در زندگیت کردی که پشیمان هستی؟ اشکاش جاری شد. گفت در جوانی سود گرفته بودم، نتیجه شو تا الانم در زندگیم دارم میبینم. باور به خدا بکنید، ولو بعد حین، شاید امروز نه فردا، فردا نه پس فردا، کسانی که سود میگیرن، سود میدن، هرگز در دنیا زندگی سعادتمندی نخواهند داشت. حتی کشورها، حتی حکومتها. چون الله متعال میگه یمحق الله الربا، نابود میکنه، له میکنه، از بین میبره الله سبحانه و تعالی. شاید در تالا من صدها نفر رو دیدم، دور و برم کسانی بودن که سود گرفتن، بعضیا به یک بهانه‌ای، بعضیا که محتاج بودیم، بعضی خداوند چنان محتاج و در بدرشون کرد که حالا به سر خودشون میزنن ای کاش نمیگرفتیم. و امروز چقدر زیاد شده، مثلا بانک بهتون زنگ میزنه
کردیت کارت بهت میدیم $10,000 $15,000 $20,000 کارت در دستت هست، میتونی که بری $1 هم نداری در حسابت، میتونی بری $30,000 خرید بکنی. مشکل این است بعد از خرید شروع میشه. 5,000 خرید کردی، 4.5% سود روش میاد، 5% سود میاد، 10% سود میاد، بر حسب بانک ها و کشورها فرق میکنه. ماه اول $2,000-3,000 سود آمد، یک جوری پرداختی. ماه دوم خب زندگی تو داری اینطوری عیار میکنی، ماه دوم $10,000 میگیری خرج میکنی، سودش بیشتر میشه، $4,000-5,000 میشه، ماه دوم 20,000 میشه، همینطوری. یک وقت میبینی که غرق شدی. این است که الله متعال میگه یمحق الله الربا. کسی که خانه ای رو با سود میگیره و در اون خانه نماز این قبول نمیشه، دعایش قبول نمیشه، فرزند صالح براش الله سبحانه و تعالی نصیب نمیکنه، سعادت، خوشحالی، سکون، آرامش از این خانه میره و دلش خوش است که من خانه گرفتم، 10 سال بعد صاحب خانه میشم، 10 سال بعد قسطش تمام میشه. نتیجه این سود رو در فرزندش، در همسرش، در آرامش و سکون، گاهی اوقات شاید همسرش هم باشه، فرزندش هم باشه، همه چیزم رو به راه باشه، اما سعادتمندی نیست. نتیجه سود است. طرف در یک کلبه‌ای در بنگلادش، در افغانستان، در پاکستان، در هند، در گوشه دنیا با چنان آرامش خاطر و ایمان داره زندگی میکنه، کیف میکنی. طرف در اروپا، در آمریکا، در قصر زندگی میکنه، آرامش نداره، آخرش هم ببینی که خودکشی کرده. استرس و اضطراب و هزار یک بیماری روحی روانی گرفتار شده. نتیجه چی است؟ مال حرام. بعد چی میگن؟ که دعای ما قبول نمی شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که ژولیده دستشو بلند میکنه، ربی ربی میگه، داد میزنه، اما دعاش مستجاب نمیشه. چرا؟ خوراکش حرام، لباسش حرام، مسکنش حرام، گوشت بدنش از حرام. چطور مستجاب بشه دعاش؟